یکی از مورخین نوشته که معاویه رفت جایی اجلکم الله ادرار بکنه، دقت کرد که نشست عقربی بود و حالت تناسلیش یزید. معاویه با این وضع داد و فریاد رفت طبیبی پیدا کرد، در حال که این مورد مثلا گزند این خزنده زهر عقرب واقع شد. بعد از یک سری مداواهایی نسبت به همچون عضو کذایی بدن اون دستور داد که با یک زنی با این اوصاف رو باید مجامعت کنیم و ایشون عرض شد که با مادر یزید مجامعت کرد و اون نطفه ناپاک شد و عرض شد که آمیخته با اون نطفه کثیف اونجوری و زهر عقرب شد یزید. یزید چه ترکیب یافته از